شعری که خوندین خیلی گرفت. بله. شعرش مال خودتونه؟ بله. موسیقیش هم مال خودتونه؟ بله بله. چی شد؟ از کجا اومد ملودیش؟ بعد چرا اینقدر گرفت؟ 20 سال پیش ساختم. فکر نمی‌کردم جز خودم و خانوادم کسی بشنوه. روزی که برای مادرم خوندم گفت نه اینو همه میشنون یه روزی. کاملا اتفاقی. داره میگه که سال 75 این کار رو ساختم. برنامه اگر مال سال 95 باشه 20 سال قبلش بیایم میشه سال 75 دیگه. سال 1359 خیلی اتفاقی جناب آقای رسول نجفیان، خیلی اتفاقی یک نفر دیگه هم همین ملودی رو اجرا کرده. خیلی اتفاقی البته. عجب رسمیه رسم زمونه قصه برگو